توبه 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 صد توبه دیگه دل نمیبندم توبه 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 صد توبه به سویش نمیخندم تا نکنه بازم فندم تا نکنه باز در بندم تا نگیره بوسه گل بوسه بوسه ای لب خندم شیرین جان برو من در خردسالیم راستی گپ وقتی که نوروز را جشن میگرفتیم با تمامی همسایه ها با تمامی کودکان بسیار برای من جالب بود اون وقتا به خاطراتی اصلا من بهترین بود که ما در روز نوروز سومنک تیار کردیم مثلا دیگ رو موندیم در آنجا سرودخوانی کردیم بعدا نیت های نیک کردیم بعدا باز یک خوراکی تامی ملی هست دنگیچه اون خوراک را آماده کردیم و بسیار برای من این روزها جالب بود چون که در جشن نوروز زیادی مراسم های جالب در تاجیکستان میگذرد بسیار خوراک و طعام های بسیار با لذت آماده میسازند و برای کودکان البته که این خوراکی با مزه خوردن بازی کردن رقص و بازی کردن اینا همش برای من جالب بود این در خاطرات من البته که در خردسالیم میماند من همه فارسی زبانان دنیا رو مردم تاجیک رو با روز نوروز تبریک تهنیت گفته آرزومندم که همیشه در لبانشون خنده هویدا باشد همیشه در دلشون بهار باشد همیشه شکوفان و زیبا باشند چون که بهار این البته که به مردم شادی میآورد سرور میآورد و برای همین آرزومندم که چی آرزوی نیتی نه که در دل دارن در نوروز عملی گردن سلامت باشید